با عرض سلام و درود به همه شما برادران و خواهرانی که در رشته طب تحصیل میکنند یا اینکه آرزوی تحصیل کردن ندارند و میخواهند که در خارج از تاجیکستان تحصیل کنند. پس یک فرصت بیحد خوب هست که برای آنها این ویدیو را تماشا کنند و ببینند که در این استیپندیای بیرون بده اشتراک کرده بتونند. استیپندیا را دانشگاه ویل کورنل یکی از دانشگاه‌های معتبر نیویورک است که یک جزء او یا که یک بخش او در قطر نیز گشوده شدگی است. این بخش قطر بودگیش استیپندیا هوی کردگی هستند. کسایی که تقدیم کنند در این استیپندیا و خانیشان چی کنند تحصیلشان دوام بدن در دولت قطر. این استیپندیا شامل بلیت رفت برگشت است، شامل 6 سال تحصیل و 4 سال یا که تحصیل در بر میگیره. چه خیلی که خودش در اینجا میگه مثلا در درجه در تاجیکی میگیریم برنامه ها برای تیر ماهی سال 2024 گشوده میشوند. درخواست ها برای برنامه 6 ساله طبی و برنامه تعلیمی 4 ساله طبی گشوده میشوند. خب در همین چی میدرویم برای ثبت نام کردن در این دانشگاه و تحصیل کردن در این دانشگاه. برای رفتن حالا مراجعت کنید در میجقیم. بعد از آن که جقیدیم برای ما همین صفحه را چکم میکنه پیشنهاد میکنه ویل کورنل مدیسین قطر. خب در اینجا میگه اپلیکیشن با انگلیسی. خوب میتونید که شما ترجمهش کنید به تاجیکی. عریضه خودتون در همینجا چیکار میکنین میگه تقدیم میکنه. لطفاً میگه گوش کنید اینجا را لطفاً باوری حاصل کنید که معلومات شما در ابتدا درست است و همه نام ها را طوری که در شناسنامه شما نشان داده شده اند نویسید. چه خیلی که در همو پاسپورت خارجی یا که پاسپورت همو شهروندی تاجیکستان که دارین همترین نام نویس میکنین، نام میانن، نسب، سراغه، رقم و همینا را انتخاب میکنین. بعدی را میجقین بعد مکتب تحصیل میگه و کالجی تحصیل کرده است بعد بررسی پیشنهاد همینا را وقتی که جقیدیم که هر یک کدامش چی طلبات خودش میپرسه شما و شما باید چیکارش کنین ایرا پر کنین. مثلا در اینجا میگه که مکتب تحصیل کرده است که جای سنه حضور، سنه تمام شوی، سال ختم، لطفاً دیپلم گرفته یا انتظار شده را انتخاب کنید و تا اینکه بررسی و پیشنهاد خلاص همه را که سپاریدین در این لایحه یا که در همین تخصصی که دارین و بعدا شما را جوابتون میآید. آرزوی موفقیت دارم هر کدام میتونه که در رشته طب میخواین تحصیل کنین و آرزوی کامیابی همه را دارم. زنده و سلامت باشید.